بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله همه ما و شما را نگهدار باشد. شیخ عبدالعزیز طریفی می فرماید که لا تتبع رأی احد لانك تحبه. پیروی نکن فکر شخصی را یا کسی را برای چی؟ برای که تو او را دوست می داری. ولا تخالف رأي احد لانك تكرهه. و مخالفت نکن فکر یک کسی را یا که دیدگاه یک کسی را یا که رأی یک کسی را، چرا؟ برای آنی که تو او را بد میبینی. مخالفتش نکن، تنها برای بدبینیت. حب الاشخاص و کرههم عاطفه تعمی عن تأمل الحق في نفسه. دوست داشتن اشخاص و بد دیدنشان این یک احساسات است، عاطفه و احساسات است که انسان من میکند، باز میدارد از اندیشه کردن در حق، اندیشه کردن حق در نفسش، یعنی درباره حق اندیشه کردن در نفسش بازش میدارد. برای همین حق جستجو کن. اگر از مخالفت هم حق باشد پیرویش کن. باز میفرماید که من اشاع الاخبار الفواحش المستوره فهو مثل فاعلها الاول. کسی فاش میکند، پهن میکند خبرهای زشت و ناسزا را، چه خبرهای زشت و ناسزایی که میشنود که اون خبر الله او را ستر کرده است، پوشانده است، همون خبرهایی که اونها پنهانن اونها را میگیرد و آشکار میکند، خبرهای زشت و ناجا، از مردم دیده باشد، از چیز نباشد، پس اون انسان مثل همون کنندش است، کننده همون فاحشه است، کننده همون کارهای زشت است، مثل همون گناه میگیرد برای نشر کردن و فاش کردنش. چخیلی در اثر آمده است من سمع بفاحشة فافشاها فهو فيها كالذي ابداها. کسی که میشنود به یک فاحشه، یک کاری ناسزای، کار زشتی، پس همون کار زشت که شنوید او را پنهان نکرد، سترش نکرد، برعکس گرفت فاش کرد او را، پس او در همون نشر کردنش مثل اون کسی که همون را کرده باشد، مثل اون کسی که مثل فاعلش همون کار کردگی است، مثل همون گناه میگیرد.